بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم. دیروز یک کلیپی از کشورهای همسایه به دست من رسید که در یک کارگاه بلوک زنی برای اینکه ثابت کنند به ما ایرانی‌ها که کارگاه ما و کشور ما حرف اول تو دنیا میزنه، کامیون آورده بودن رو بلوک‌ها حرکت میکرد و بلوک‌هاشون نمیشکست. من حقیقتش به عنوان یک ایرانی به هم برخورد و ناراحت شدم. گفتم باید یک کلیپی تهیه کنم بفرستم براشون که ثابت کنم ما ایرانی هایم میتونیم بهترین باشیم. در واقع ما بهترین هستیم و برای اثبات حرفم این کلیپ رو دارم ضبط میکنم تا بفرستم به کشورهای خارج و تصمیم گرفتم این کامیون به روی این آجرهای تیغه به حرکت درآورم و شما خودتون مشاهده میکنید که اندازه سر سوزن هیچ گونه آسیبی به این بلوکا وارد نمیشه. از راننده عزیزمون، خب آقای راننده سرت بیاد بیرون یکم بچه ها شما رو ببینن، یه زحمت بکش با دنده یک روی این بلوکا برو تو یک تصاویر زیبایی ضبط بشه من بفرستم برای کشورهای خارج تا ثابت کنم ما ایرانی ها هم میتونیم بهترین باشیم. یا علی مدد. الهی با امید تو ثابت باید کنیم که ما میتونیم بهترین باشیم. خب این اولش حالا یه خورده خیس مشکلی نداره، شما به بزرگواری خودتون ببخشین، مثل که بله ما باید ثابت کنیم، یعنی نمیدونم حالا یه لحظه بله نه اینا هنوز تره، اینا تره یه خورده حالا درست میشه. ای داد بیداد ای داد بیداد که